چند سال قبل یه اتفاق خیلی بدی برام افتاد و باعث شد که من دیگه هالووین رو جشن نگیرم. تو وسط جنگل یه ویلا داشتیم که من زیر زمینشو طبق سلیقه خودم دکور کرده بودم. یک میز بار بزرگ، یک مبل راحتی بزرگ، تلویزیون، همه چی گذاشته بودم. با اینکه طبقه زیر زمین بود، ولی از پنجره‌های کوچیک که نزدیک سقف بودن حیاط دیده میشد. راهرویی که به زیر زمین میرفت دراز بود و چراغ وسطی خراب شده بود. به زیر زمین رفتن خیلی وحشتناک بود. انگار سکانسی از یک فیلم ترسناک بود. یک روز قبل هالووین بود. خانوادم خونه نبودن و منم 3 از دوستامو به خونمون دعوت کردم. یه دختر و 2 پسر. شب ساعت 11 موقعی که بیسکویت های مامانم رو میخوردیم تازه فیلم جیغ تموم شده بود و انتخاب دوممون پارانورمال اکتیویتی بود که هیچ کدوممون ندیده بودیم و خیلی هیجان داشتیم. هنوز 30 ثانیه‌شو ندیده بودیم که قطع کردم. تاریکی حیاط با روشن شدن چراغ چشمک زن همه جا روشن شد و نورش کل طبقه زیرزمین رو نورانی کرد. اون حس ترس که اول فیلم داشتیم از بین رفت. به همین خاطر منتظر موندیم تا چراغ خاموش بشه تا دوباره فیلم رو باز کنم. 30 ثانیه دیگه نگذشته بود که دوباره چراغ چشمک زن روشن شد. کسی تو خونه نبود، منتظر کسی هم نبودیم. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که با پسرها بریم حیاط رو بگردیم. از در پشتی به حیاط رفتیم و 5 دقیقه منتظر موندیم ولی کسی و چیزی نبود. همگی به پایین رفتیم و ادامه دادیم ولی دیگه حس فیلم دیدنمون پرید. تصمیم گرفتیم با هم دیگه حرف بزنیم. بعد 3 ساعت همه شروع کردن به خمیازه کشیدن و خوابشون اومد. ولی من هنوز فکرم تو حیاط بود. همین موقع که داشتم فکر میکردم چراغ چشمک زن دوباره روشن خاموش شد. این بار عصبانی شدم چون فکر میکردم که بچه‌ها دارن با ما شوخی میکنن. اما فکر کردنی همه چی عجیب و ترسناکتر میشد چون ما وسط جنگل بودیم و بچه هم توی این سمت نبود که بخواد بیاد سمت خونه ما. موقع شب هم کسی بیرون نمیرفت. همسایم که خیلی وقت بود خوابیده بودن. به همین خاطر به حیاط رفتم و دوباره چک کردم ولی کسی یا چیزی نبود. به همین خاطر برگشتم پایین و خوابیدم. فردا شده بود. لباس‌ها و گیریم‌های ترسناک کردیم و با دوستام رفتیم تا شکلات جمع کنیم. دیگه بزرگ شده بودیم و این آخرین سالی بود که می‌رفتیم از خونه ها شکلات جمع کنیم. وقتی توی کوچه ساکت بودیم دوستم جیغ کشید. ازش پرسیدیم چی شده؟ گفت یکی به سرم سنگ پرتاب کرده. هممون به اون سمتی که سنگ پرتاب کرده بودن نگاه کردیم. تو بین تاریکی ها یکی رو دیدیم که لباس و ماسک دلگک پوشیده بود. به ما چند متری فاصله داشت. این سال خیلی از افراد لباس دلگک می پوشیدن و مردم رو تعقیب و حتی به قتل می رسوندن. به همین خاطر خیلی ترسیده بودیم. به کوچه چند نفری هم اومدن و ما جرأت پیدا کردیم و بهش گفتیم که از ما فاصله بگیره. بعد از چند قدم برگشتم و بهش نگاه کردم. دیدم دوباره همونجا وایساده بدون هیچ واکنشی زل زده به ما. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که اون شب همه بره خونه خودشون. ولی دوستم یعنی دوست دخترم با من اومد به خونه ما چون نمیتونستم تنها بمونم. تصمیم گرفتیم فیلم دیشب که نصف مونده بود رو دوباره نگاه کنیم. وسط فیلم صفحه تلویزیون خاموش شد و برق‌ها رفت. همه جا تاریک شد. اون موقع مطمئنم یکی از لامپ‌ها هم شکست. اما به خاطر اینکه دوستم نترسه چیزی نگفتم. تو این منطقه برق نمی رفت مگر اینکه به ما خبر بدن
یا اتفاقی افتاده باشه که اونم به ما حتما اطلاع میدادن. ولی همه چیز نرمال بود. این خیلی برام عجیب بود. با دوستم به طبقه بالا رفتیم چون دیگه نمیخواستیم تو پایین تنها بمونیم. ژنراتور تو حیاط بود و هنوز فعال نشده بود. یه لحظه به ذهنم چراغ چشمک زن اومد که خود به خود خاموش روشن میشد. معده‌ام به طرز عجیبی درد کرد ولی باز مجبور بودم تحمل کنم. در رو به آرامی باز کردیم و بیرون رفتیم. بیرون ساکت بود و فقط صدای جیرجیرک ها بود. به اطراف نگاه کردیم. یه لحظه صدای شکستن چوب سکوتو شکست. یه چیزی پاشو گذاشته بود روی شاخه و اونو شکسته بود. با دوستم به همدیگه نگاه کردیم و هر دوتامون حسای مشترکی داشتیم. آره، یکی داشت ما رو نگاه میکرد و ما متوجه این بودیم. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که به جای اینکه تو بیرون باشیم به تاریکی خونه برگردیم. همون موقع که دوستم برگشت من یه لحظه چشمم به اون افتاد. دلغک بود، تو طرف جنگل بین درخت‌ها ایستاده بود. به ما زل زده بود. یه چند ثانیه همدیگر رو نگاه کردیم. انگار میخواست ما رو بترسونه. توی حرکت به سمت ما به سرعت میومد. منم از پشت دوستم زود به خونه رفتم و در رو محکم بستم. از پله ها به پایین رفتیم. وقتی به طبقه زیرزمین رسیدیم به سمت بار رفتیم. خونه 2 ورودی داشت. یادم اومد که یکیشو نبستم. مستقیم به پایین رفتیم و دیگه نگاه نکردم ببینم کجا بازه کجا بسته. از طبقه بالا یه صدا شنیدیم. خونه و طبقه زیرزمین خیلی ساکت بود. دیگه نفس کشیدن یادمون رفته بود. دوستم به خاطر اینکه صدا ایجاد نکنه به پلیس زنگ نزد. به جای اون از طریق پیامک کمک خواست. چند دقیقه انگار چند ساعت بود. حدود 10 دقیقه گذشته بود. از پارکت ها یه صدای دیگه شنیدیم. این بار خیلی نزدیکتر بود. یهو در زیرزمین باز شد. از ترس ضربان قلب دوستم زیاد شده بود و نمیتونست نفس کشیدنشو کنترل کنه. خم شدم سمتش، دهنشو بستم. صدای قدمهاش کم کم نزدیک میشد. از سمت بار یک شیشه برداشتم. بدترین حالت اونو میزدم و به سمت بالا میرفتیم. همون موقع که خم شده بودم صدای آژیر پلیس تو کل اتاق پخش شد و ما هم تقریبا با اون روبرو بودیم و فاصله چندانی نداشتیم. نور ماه از پنجره میتابید و سایه هامون به سقف انعکاس میشد. فاصلمون فقط 1 وجب بود. از پشت ماسک صدای نفس کشیدنشو میشنیدیم. اون لحظه فکر میکردم که زندگیم پایان یافته. وقتی صدای آژیر زیاد شد صدای در پشتی رو شنیدیم که باز شد. دلغکه زود به سمت بالا فرار کرد. وقتی متوجه شدم فاصلمون زیاد شده داد زدم و گفتم که فرار کرد. اونو پیدا نکردن. خونه، محله، نصف جنگل، اطراف اون منطقه رو گشتن ولی هیچ جا نبود. کی بود و چند روز ما رو تعقیب میکرد معلوم نبود و هدفش از این کار چی بود هیچی نمیدونیم و حتی نمیتونم تصور کنم. فقط خدا رو شکر میکنم که زنده ایم. هالووین میرسه و این سال نسبت به سالهای قبل خیلی میترسم. همه چیز از 10 سال قبل شروع شد. اون موقع 25 سال داشتم و اولین بار موقع گرفتن شکلات از همسایه ها خیلی پیر حس کرده بودم. از خونه خانوادم زیاد نگذشته بود که جدا شده بودم و با 3 از دوستام زندگی می کردم. اونا امروز بیرون رفته بودن و من بعضی کارهای ناتمام داشتم. موندم خونه تا اونها رو کامل کنم. اون سال هالووین خیلی ترسناک بود. باد مثل گرگ گشنه زوزه می کشید
و باران مثل اینکه میخواست سقف خونه رو پاره کنه میبارید. خسته کننده بود. اون سال اولین بار بچه‌ها آیفون رو زدن برای شکلات گرفتن و من در رو باز کردم. بعد شکلات دادن زود بستم. لباساشون خیلی بد بود و ایده خاصی در ساختشون استفاده نکرده بودن. اون بچه رو اولین بار اون شب تقریباً ساعت 10:15 دیدم. نمیتونست از 8 سال بزرگتر باشه. از سر تا پا سیاه پوشیده بود. بچه‌ها صورتشون رو با گریم‌های ترسناک آرایش کرده بودن. با 3 بچه‌ها بود. پشت اونا ایستاده بود. اما این بچه با اون یکی‌ها فرق داشت. به جای لباس هالووین لباس‌های پاره پوره پوشیده بود و کفش نداشت. زخمی و پر از خون بود. به خاطر اینکه پوستش چروکیده دیده بشه رنگ صورتشو تغییر داده بودن. من وقتی داشتم به اون بچه نگاه میکردم متوجه شدم که دوستاش حتی از وجود اون خبر ندارن. یه چیزی نرمال نبود. وقتی دوستاش داشتن با خنده میرفتن اون هنوز اونجا وایساده و به من زل زده بود. به احتمال زیاد به خاطر شکلات خواستن دستشو به سمت من دراز کرد و من یهو به خودم اومدم و در رو به صورتش بستم. هنوز منتظرم بود و حتی وقتی بهش داد زدم که از حیاتمون بره بیرون همونجا وایساده بود و هیچ واکنشی نشون نداد. به همین خاطر چون که حس می‌کردم هنوز تو حیاته اون روز در رو باز نکردم. قبل خواب از چشمی در نگاه کردم ببینم که اونجاست یا نه. با اونو ته حیاط دیدم که داشت به من نگاه میکرد. وقتی فردا صبح از خواب بیدار شدم خدا رو شکر کردم که بچه‌ای تو حیاط نبود. کم کم ذهنم اونو از حافظش پاک کرده بود تا زمانی که هالووین بعدی رسید. این سال بچه‌ها کمتر دنبال شکلات میرفتن و انگار هالووین کم کم داشت تو محلمون کم ارزش‌تر میشد. من هم روی کاناپه دراز کشیده بودم و یه فیلم کمدی باز کرده بودم و داشتم از آرامشم لذت می‌بردم. کم کم آماده می‌شدم که بخوابم. حدود ساعت 10:15 با حس بدی از خواب بیدار شدم. بهتره بگم که بیدارم کردن. یه چیزی منو از خواب بیدار کرده بود. خوابالو به سمت آشپزخونه رفتم و یه لیوان آب خوردم. تصمیم گرفتم که از پنجره به حیاط یه نگاهی بندازم و با اون منظره ترسناک روبرو شدم. 1 سال قبل اون بچه رو که دیده بودم دوباره تو حیاطم بود و داشت از پنجره به من نگاه میکرد. بدون هیچ واکنشی با چشمهای پف شده داشت به من نگاه میکرد. غیر ارادی 1 قدم به عقب برگشتم و سرمو به کابینت زدم. نه شیشه رو شکست نه تلاشی کرد که بیاد داخل. همون لباس و همون آرایش سال قبل رو داشت. فقط یکم چروکیده بود. با ترس به آرامی به سمت اتاق خوابم رفتم و فردا مثل سال قبل رفته بود. فکر میکردم که با من شوخی میکنن. این اتفاق 10 سال قبل افتاده بود و از اون روز به بعد تو همه هالووین ها اونو میبینم. 1-2 سال قبل موقعی که از حیاط به اتاق من نگاه میکرد تا ساعت 2 شب منم به اون زل زدم. یه چند بار میخواستم به پلیس زنگ بزنم ولی چون کار خاصی انجام نمیداد منصرف شدم. تنها چیزی که منو نگران میکنه اینه که اون توی 10 سال هیچ بزرگ نشده و فکر میکنم که این هالووین هم میاد. ولی من الان 35 سالمه ولی اون هنوز 8 سالشه. وقتی تولد 18 سالگیم شد 1 جشن بزرگ گرفتم که هم برای هالووین بود و هم جشن تولدم و از دوستام خواستم که فقط اون افرادی که میشناسم به این پارتی دعوت کنن چون پدرم یه قانون گذاشته بود که توی این پارتی فقط اون افرادی که میشناسم بیان و البته بعد پارتی خونه تمیز باشه و این آخر هفته خونه نبودم و بهترین فرصتی بود که جشن بگیرم.
50 نفر رو دعوت کردم، ولی فقط 40 نفرشون اومده بود. کل خونه پر شده بود. فقط یک قسمت کوچکی از خونه خالی بود و یکی از دوستم هم دیجی بود. آهنگ، غذا، رقص، مطمئنم به همه داشت خوش میگذشت و کسی هم شخصی رو نیاورده بود که من نشناسم و موقع اومدن تک تکشون پیش من می اومدن و سلام می کردن. همشون لباس ها و گریم های هالووینی کرده بودن. چند ساعت گذشته بود که یکی از دوستان به پیشم اومد. از من پرسید اونی که لباس اسکلت پوشیده کیه؟ ولی یادم نمیومد کسی با لباس اسکلت اومده باشه. به سمت آشپزخونه رفتم و از چند تا دوستان پرسیدم اونی که لباس اسکلت پوشیده بود رو دیدن یا نه؟ مثل این که همشون دیده بودن ولی نمیشناختن. رفتم بگردم تا پیداش کنم. وقتی داشت از پله ها پایین میومد دیدمش. ازش پرسیدم کیه؟ گفت با دعوت یکی از دوستام اینجا اومده. صدای کلفتی داشت. معلوم بود که همسن ما نیست. و وقتی پرسیدم اسم دوستش چیه، به هم اسمی رو گفت که نمیشناختم. ازش خواستم ماسکشو در بیاره ولی به من گوش نکرد و زود از خونه بیرون رفت. زود به طبقه بالا رفتم. یکی یکی به اتاقها رفتم تا ببینم چیزی ناقصه یا نه. به چیزی دست نزده بود. در اتاقها رو بستم و به طبقه پایین رفتم. از چند تا دوستم پرسیدم همچین شخصی رو دعوت کردن یا نه. هیچ کدومشون اونو نمیشناختن. تا نصف شب جشن ادامه داشت و بعضی از دوستان موندن و به تمیز کردن خونه کمک کردن. جز اون مرد اسکلتی همه چیز خوب پیش رفته بود و به هممون خوش گذشته بود. وقتی همه رفتن یه دونه از دوستم تصمیم گرفت شب خونه ما بمونه و به پذیرایی رفت و روی کاناپه دراز کشید و منم به اتاقم رفتم. یه دوش گرفتم، لباسهام رو عوض کردم و پیش دوستم رفتم. با چند تا خوراکی از یوتیوب ویدیو می‌دیدیم. اون شب خواهر 14 ساله‌ام خونه بود و کل پارتی توی اتاق خوابش بود. آخر سرم خوابیده بود. وقتی از طبقه بالا صدا شنیدیم فکر کردیم اونو بیدار کردیم. تو راهرو داشت قدم میزد اما یه چیز عجیب بود. اینکه اتاق خواهرم اون سمت راهرو بود و صدا از اونجا نمیومد. تصمیم گرفتم برم بالا رو چک کنم. به اتاق خواهرم رفتم و درشو زدم. هیچی نگفت. دری کمو باز کردم و به اتاقش نگاه کردم. تو تختش خوابیده بود. پس اون موقع صداها از کجا میومد؟ به اتاق خواب پدر مادرم رفتم. در نیمه باز بود. من مطمئن بودم که درو بسته بودم. داخل اتاق تاریک بود. به آرامی از در به داخل اتاق نگاه کردم و اون طرف اتاق مرد لباس اسکلت پوشیده رو دیدم و مطمئن بودم که همون مرده. فرار نکردم. داد هم نزدم. جوری رفتار کردم که انگار اونو ندیدم. درو بستم و به آرامی به سمت پایین رفتم و از دوستم خواستم که زود به پلیس زنگ بزنه و دوباره به طبقه بالا رفتم. به اتاق خواهرم رفتم و اونو بیدار کردم. استرس نگرفتم. به آرامی پایین رفتیم. همراه دوستم از خونه خارج شدیم. به خونه همسایه بغلی رفتیم و ماجرا رو بهشون تعریف کردیم. تو خونه‌شون منتظر موندیم که پلیس ها بیاد. ولی تا موقعی که پلیس بیاد از پنجره اتاق پدر مادرم فرار کرده بود. چون وقتی به خونه نگاه کردم پنجره باز بود. میدونستم باز نذاشته بودم. وقتی وارد خونه شدیم در کمدشون هم باز بود. داخلش صندوق پدر مادرم بود. یعنی این شخص کسی بود که هم میدونست پدر مادرم خونه نیستن، هم جای گاو صندوق رو میدونست و هم میدونست که من اون شب جشن گرفتم. یک بزرگسال بود و اصلا نفهمیدم کی بود و این اول و آخرین جشنی بود که تو خونه گرفتم.